سلام سلام، امید جور و صحتمند و سر حال باشین با جمله اعضای فامیل. سلام مرا برای فامیل محترم، برای دوستا، برای وطندارای که اونجا دیگه تشریف دارن وسیله شوین. از نایه پنشیر هیچ تشویشی نداشته باشین، پیام مرا برای وطندارا وسیله شوین. پنشیر الحمدلله مبارزینتان، مقاومینتان دیگه با روحیه بلند، با دیگه قد رسا و با قامت راست استاد هستن و تا آخرین قطره مبارزه میکنن. مشکل ما در کجا بود که دیگه مردم عام داخل پنشیر بود، ما در حضور مردم نمیتونستیم درست سادگی بکنیم به دلیل ازی که مبادا برای مردم ما، برای ملت ما که دیگه ملکی هستن و نظامی نیستن در جریان جنگ آسیب برسه. به این منظور هدایت داده شد که مردم و ملت ما از پنشیر خارج شوند. کسایی که توانایی داشتن اکثریت مطلق به بیرون از پنشیر رفتن و یک تعداد انگشت شماری که داخل پنشیر ماندن اونا هم قریجات رها کردن و در داخل پنشیر در دره‌های مختلف جابجا شدن. مبارزین و مقاومتگرا دیگر در نقاط مختلف در دره‌ها جابجا هستن در موازیشان. الحمدلله مهمات هست، انگیزه بلند جنگی است، حس تعلق به خاک همه دارند، حس استادگی و مبارزه را دارند، تجربه بزرگان جنگ را ما با خود داریم. الحمدلله انشالله و رحمان که به زودی دشمن تار بار میکنیم. ما فقط منتظر همین فرصت بودیم که دشمن داخل پنشیر بیاید. کسی که بر اراضی پنشیر بلدیت داره میفهمه که پنشیر فقط ضمن از اینکه یک سرک عمومی داره بر چندین درهات مختلف تقسیم شده. سرک عمومی پنشیر از دالان سنگ لاپریان در نزد دشمن است، اما دره و دره که دیگه کسی که به اراضی پنشیر بلد باشه در نزد مجاهدین و مقاومتگرا است. دوستا هیچ نوع تشویش نداشته باشند. چند روز پیش دیگه ما شاهد هستیم که دشمن دست به یک سلسله جنایات در پنشیر زد، خصوصا روزی که 3 روز به اصطلاح آتش بس بود. در روز دوم آتش بس اینا در نقاط مختلف از پنشیر دست به یک سلسله جنایات زدند و مردم عام قتل عام کردند. اما الحال فضل مرحمت الهی مردم از پنشیر خارج شده. دیگه ما منتظر هدایت مستقیم رهبری جبهه هستیم که تحرکات خود در نقطه نقطه پنشیر بالای دشمن آغاز بکنیم و حملات خود را شروع بکنیم و تلفات سنگین را بر دشمن وارد بکنیم. دیگه الحمدلله هرچند در همی چند روز ما در نقطه مختلف بعضی تحرکات داشتیم و تلفات را بر دشمن وارد کردیم، از جمله در آمرز، از توابع خنج، در سایه دیگر رخه، در سایه خود دالان سنگ تا یک سلسله تحرکات صورت گرفت، در خود ولایت تحرکات صورت گرفت که تلفات زیاد بر دشمن داشته. البته در این 3 روز گذشته بیش از 70-80 نفر دشمن دیگه کشته شده و زخمی شده. دیگه دوستا مطمئن باشن که ما الحمدلله مبارزه میکنیم و تا یک قطره خونه که در بدن داریم و تا یک مرمی و یا گلوله که در تفنگ داریم استاد میشیم، به خاطر مردم ما، به خاطر ناموس ما، به خاطر اراضی ملی ما و به خاطر کل افغانستان. چون ما حس تعلق به خاک داریم، حس مالکیت داریم، این وطن ماست. مزدور پنجابی نمیتونه که بیای بالای ما تعرض بکنه و دیگه خاک ما را بگیره و ما دست در دست بشینیم و نظارگر باشیم مثل دیگه ولایات. پنشیر الحمدلله دیگه قسمی که از تاریخ شویداست، از گذشته شویداست، از مردانگی و استادگی و مبارزات شویداست. پنشیر 33 ولایت دیگه افغانستان نیست که به قدر آسانی شکست بخوره. پنشیر شکست نخورده. یک تکتیک جنگی بوده که دشمن دیگه اجازه برش داده شده که تا داخل پنشیر بیاید. فقط سرک عمومی پیش دشمن از سرک عمومی پنشیر. خب یک سلسله معاملات پیدا و پنهان همینجا دیگه صورت گرفته بود از قبیل آقای جرات که مزدور معلوم الحال دیگه پاکستان است، جنرال جرات. البته من پوزش میدلبم چون لقب جنرالی را برای خرد ضابط میتم. دیگه آقای جرات یا جرات و جرات بگیم این مزدور معلوم الحال پاکستان این خیانت بزرگی را در حق مردم کرده بود. دیگه معامله کرده بود کسی به نام آقای رئیس داوود که قبلا در ریاست امنیت ملی کار میکرد، در بخش‌های مختلف ایفای وظیفه کرده بود در ریاست.
در ولایات مختلف، از ولسوالی سیاول از قریه سفیدشیر است که این خط خواک فروخته بود که در امو معامله که کرده بود $5 لک گرفته بود. کسی به نام قماندان صاحب توریالای که مشهور به تور پنشیری است، دیگه قماندان امنیه ولسوالی سیاول بود، با 31 نفر طی معامله همی انسان پس فطرت در کوتل خواک با 31 نفر به شهادت رسید که از جمله اونمو بچه نوجوانه که در اوایل عکسش نشر شد به نام فرشید، او هم در امو جنگ بود که طی معامله اونا کشته شدند. دیگه مثل از یک تعداد دوستا نه البته که ببخشین که وطندارای دوستنما البته بودن، دشمن دوستنما که در جامعه دوست دیگه با ما بودن، در پریان از جمله سارنوال استناف قبلی پریان، ولسوال قبلی پریان به نام داد خدا، دیگه یک تعداد بزرگای قومیشان، همچنان در دشت ریوت یک تعداد ملاها و یک تعداد کسایی که تفکر افراطیت داشتن، اونا دیگه معاملات را کردن. در ساحه سه اول خنج البته قریه پاواد، خلاص قریه پاواد که یک تعداد کسایی که تفکر تحریری داشتن و مرتبط به حزب تحریر بودن با طالب هم کاری کردن که الحمدلله که 2-3 تنش در این چند روز ما مردار هم کردیم و کشتیمشان که به جزای اعمالشان رساندیم. در چندین نقاط مختلف دیگه از پنجشیر هم همونطور یک معاملات پیدا و پنهانه از رده های بالا گرفته تا رده های پایین صورت گرفته بود که همه خائنا شناسایی شده. دیگه به همین منظور چون معاملات صورت گرفته بود، هدایت مستقیم داده شد، تصمیم گرفته شد که باید خط عقب نشینی بکنه و دشمن اجازه بدیم که به داخل پنجشیر را پیدا بکنه. همون شبه که پاکستان حمله مستقیم بالای پنجشیر داشت، ما خطا را بنا به هدایت مستقیم رهبری اعلام کردیم و عقب نشینی کردیم، دشمن گذاشتیم که داخل پنجشیر بیان. دشمن داخل پنجشیر شد، فقط سرک عمومی پیش دشمن است. ایره ما به خاطر ای کار کردیم که اموز به قول عامیانه خود ما و شما که سر و ناسره معلوم شود. الحال خائن و دوست همگیش مشخص شده، دشمن و دوست. دیگه ما هدایت داده شد اونا قسمه که پیشتر هم تذکر دادم سکنها از پنجشیر بیرون شدن. انشالله فقط امروز یا فردا هدایت صادر میشه و ما گوش به فرمان هستیم که چه وقت هدایت داده میشه که ما دست به تحرکات بزنیم و جنگ رسما آغاز بکنیم. دیگه بازم از طرف ما دوستان سلام برسان و مطمئن بسازشان که الحمدلله مردمشان، ملتشان، مبارزینشان با روحیه بلند تا آخرین قطره خون استاد هستند و از شرفشان، از عزتشان، از ناموسشان، از خاکشان دیگه دفاع میکنند. ما قسمی که آقای احمد مسعود رهبر کل جبهه مقاومت تذکر داده بود و یادآور شده بود، ما نه تنها که برای پنجشیر بلکه از جغرافیای به نام پنجشیر به خاطر کل افغانستان میرزمیم. دیگه دشمن ما مشخص است، دشمن ما دیگه اویداست که پاکستان و گروه نیابتیش طالب است که گروه جهل است. اینا نه زبان مذاکره را فهمیدن نه زبان مفاهمه را فهمیدن، فقط اینا یک زبان میفهمند، زبان جنگ. و این پنجشیر هم از تاریخ شویداست که پنجشیر به آسانی شکست نمیخوره و شکست ناپذیر است. الحمدلله این یک تاکتیکی بوده که دشمن داخل پنجشیر شود و انشالله و رحمان به زودی دشمن نه تنها که از پنجشیر تار مارش میکنیم که در کل افغانستان، در تمام افغانستان با آغاز یک قیام سرتاسری دشمن انشالله دیگه بنشه میکنیم و شکستش میتیم و یک درس عبرت برای بار دوم برای دشمن انشالله از امی آدرس دره پنجشیر داده خود شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله دیگه من بعد ما با خائنین داخلی هم که یک تعداد زیاد شناسایی شده و فعلا در بند هم هستن و یک تعدادش فراری است که هم انشالله خواد گرفتیم و با اونا مساوی میکنیم و با دشمن هم انشالله جنگ هستیم و من بعد شروع میشه. و دشمنم ضمن نزدیک در همین مدتی که ما در حال خارج ساختن سکنها از پنجشیر بودیم، یک سلسله تلفات برای دشمن وارد کردیم که ممکن در طی همین 5-6 روز بیشتر از
100 نفر دشمن کشته شده باشه. هرچند در امی 3 روز اخیر ما در حدود 60-70 نفر تلفات به دشمن در نقاط مختلف وارد کردیم، اما در طی امی 6-7 روز بیشتر از 100 نفر شاید باشه. اما اگر در طول کل جنگ پنجشیر در 20 روزی که پنجشیر مقاومت کرد و دشمن نماند که داخل بیایه، اگر حساب بکنیم تلفات دشمن از شمارش بالا شده بود. تنها در خاوک، تنها در سایه خاوک بیشتر از 1700 تن دشمن دیگه مردار شد و به جهنم روان شد. عین چیز در سایه شتل و خاوک در حدود 800 یا 700 در این 2 نقطه دیگه دشمن کشته شد. بیشترین تلفاتشون در سایه خاوک بود، چون بیشترین تعرضشون از نقطه خاوک بود که او طرف تلفات را که باز اونا در خود اندراب از طرف دوستا و برادرای اندراب ما داشتن، او را من شمارش پیش من نیست. اما در سایه خاوک خیلی تلفات داشتن. در سایه دیگه شتل و در سایه دیگه دربند یا تنگی براتون بگویم دالانسنگ نزدیک به 800 یا 2000 تلفات در اینجا داشتن. در مجموع 3-3.5 هزار نفر، نزدیک به 4000 نفر دشمن در این چند روز جنگی که اینا تعرض داشتن بالای پنجشیر کشته شد. و بعدش هم که طالب داخل پنجشیر آمد که یک تکتیکی بود که اینا داخل بیان، در این جریان هم ممکن که نزدیک به 1200 نفر یا 1100 نفر هم در این چند روزی که بعد از البته ورود دشمن به داخل پنجشیر است شده، دیگه در این جریان هم شاید نزدیک به 11 یا 1200 نفر دشمن کشته شده باشه در نقاط مختلف. البته این اطلاعات دقیقی است که ما برای شما میتونم. ما روحیه داریم، دیگه تجهیزات داریم، تجربه بزرگوار با خود داریم، انشالله جنگ میکنیم، چون خاک ماست، وطن ماست. دیگه مزدور پاکستانی به هیچ وجه نمیتونه بالای ما الحمدلله پیروز شود، چون ایمان ما قوی است. دیگه برحق هستیم خلاصه، چون دفاع از خاک خود، از ناموس خود، از وطن خود میکنیم. دیگه برای دوستات اطمینان بدین انشالله. دیگه ما ضمن از اینکه با مزدورای داخلی دیگه حسابی میکنیم، با مزدورای بیگانه هم انشالله حسابی میکنیم و فقط منتظر هدایت هستیم که چه وقت ممکن 1 ساعت بعد، ممکن فردا، ممکن پس فردا هدایت صادر شود که ما بخیر وارد یک مرحله جدید جنگی شویم و دیگه جنگ به طور رسمی آغاز شود دوباره.